سلام بچه، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه. همونطور که از تامنیل و تایتل گرفتید و خیلیاتون هم داخل تلگرام اطلاع داده بودیم و منتظر بودید، مود منو یا همون ایم کیل براتون آوردیم. خیلی خفن. چرا میگم خیلی خفن بچه؟ شما این قسمت رو ببینید روی سیو گوگل، یعنی میتونید شما روی سیو اصلی اکانتتون هم بیاید. خیلی چیز خفنیه. این خواسته خیلیاتون بود که برای ما مثلا یه همچین چیزی بذار که روی سیو اکانتمونم بره. 100% ما اون ویدیو رو لایک میکنیم. داداش دیگه الان باید 100% این ویدیو رو لایک کنید. ببین چیز به این نازی براتون آوردم. بچه راجع به بن و بلک لیست بخوام بهتون بگم. بلک لیست که حالا شاید احتمالش باشه چون اتوکیل دیگه خیلی چیز ضایعه دیگه، میتونید حالا خودتون برید تست کنید. بچه بن نداره ولی بازم تضمین نمیکنم، برای همین روی اکانت اصلیتون نزنید. روی اکانت مثلا خیلی ارزش بالا نداشته باشه دیگه. در هر صورت عشق منید. بچه شما این چیتو از کجا میتونید به دست بیارید؟ این چیتو ما داخل کانال تلگرام میذاریم. لینک کانال تلگرام داخل کامنت ها پین شده، همین الان برید عضو شید و چیتو بردارید بزنید اشغال کنید. بچه برای زدن چیت یه اون پسورد 4 رقمی از شما میخواد که بخش اول پسورد 0 هسته. 3 بخش دیگه میمونه که تو ادامه ویدیو بهتون میگم. بریم داخل ترینینگ یا داخل همون کلش بهتون من نشون بدم. یه اون کلش استارت میکنیم. خب وای میستیم که استارت بشه دیگه. 100% همین الان این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید، کامنت هم بذارید و زنگوله رو فعال کنید. ویدیو بعدی گذاشتیم براتون بیاد. بچه ببینید نگید کامنت های ما رو نمیخونم. من یعنی تا جایی که بتونم بچه کامنت ها رو میخونم، جوابم حالا بهشون میدم. بعد خیلیاتون همچین چیزی کامنت کرده بودید که آره روی سیو اکانت بره چیکار کنیم بره یا اینا، یا داخل تلگرام به ما گفته بودید. ما هم گفتیم که براتون بذاریم که روی سیو اصلی اکانتتون هم بره، شما هم لذتش رو ببرید. خب بچه یه چیز دیگه هم هست راجع به مود منو، همینی که براتون گفتم بخوام بهتون میگم. بچه ببینید شما اینو استفاده میکنید. خب از الان دارم بهتون میگم بچه تایمای بالا نداره، به خاطر اینکه مثلا یه موقع بند نشید. برای همین آپدیت میشه. خب شما بچه آپدیت اینو از کجا میتونید به دست برید؟ بچه شما حالا بازیتون رو کردید، نصب کردید اینا، زمانی که بچه شما رفتید داخل فری فایر، مثلا بعد حالا یه روز چند ساعت یا 2 روز 3 روز حالا رفتید داخل فری فایر، دید شما رو میفرسته داخل گوگل یا زده آپدیت شده یا داخل فری فایر نمیره، نیاز نیست نگران باشید. دست به چی نمیزنید، فری فایر رو میبندید، چک میکنید کانال تلگرامو. بهتون اطلاع دادم که آقا ما آپدیت اینو تا چند دقیقه دیگه میذاریم، یا همون موقع که شما رفتید چک کنید آپدیت رو براتون گذاشتیم. اوکیه؟ پس دیگه خیالتون از بابت آپدیت و این چیزا راحت باشه دیگه. بچه اینجا ما مود منو رو باز میکنیم، میایم اول از همه از آنتن شروع میکنیم، میریم این پایینی آنتنه. خب میایم این پایینی رو روشن میکنیم. آنتن برو بالا برو، یه ذره مثلا بالا پایین رفتنش اذیت میکنه. خب آنتن روشن کردید بچه. اینجا ایم کیل، خب اسپید هم بچه خواستید میتونید روشن کنید. نگاه کن اسپید روشن میکنید، شما تو زون نرفتید مثلا یه دونه باگی که نشون میده آره مثلا شما تو زون رفتید و اینا، این به خاطر اسپیدی که خیلیاتون هم میدید. خب دیگه سرعتتون بچه زیاده، اینو بزنیم و برگردیم یه لحظه ادامه ویدیو. خب بچه برگردیم ادامه ویدیو. بچه شما اون راندی که دارید پلی میدید اسپید فعاله. خب راند بعد یعنی همون راندو که زدید تمام شد، اسپیدو سریع آفش کنید که باگی شاپ نخورید، یعنی بتونید از شاپ خرید کنید. چون اگه اسپیدتون آن باشه از شاپ نمیتونید چیزی خرید کنید، برای همون آف کنید، از شاپ خرید کنید و دوباره روشنش کنید. خیلی ایزی، تمام. یعنی چیز خیلی خفن و چیز خیلی ناز. خب 3 تا نکته اصلی یادتون نره. نکته اول همین الان ویدیو لایک میکنید. نکته دوم شما این چیزا داخل کانال تلگرام میتونید بردارید، لینک کانال تلگرام داخل کامنت ها پین شده. نکته سوم بچه هر موقع آپدیت داد شما رفتید داخلش دید میفرسته داخل گوگل یا بسته میشه کلا، یا اینکه میاد روی صفحه میگفته آپدیت و فلان و اینا، شما فری فایر رو میبندید مستقیم میاد کانال تلگرام ما رو چک میکنید. اونجا بهتون اطلاع دادیم که بچه‌ها ما تا 10 دقیقه دیگه 5 دقیقه دیگه آپدیتش رو میذاریم، یا بچه‌ها شما رفتید شاید چک کردید آپدیتش رو گذاشته بودیم براتون. اوکیه؟ یعنی دیگه اینم جای نگرانی نداره. خب بچه‌ها اسپید رو روشن میکنید، شما میرید، خیلی ایزی. بعدی ایس تمام. بچه بخش دوم پسورد 8 هست، 2 بخش دیگه میمونه. خودم هم بچه پسورد گذاشتم، همه چی آماده، یه آدم رفته پسورد چند گذاشتم. الان دیگه قشنگ فکر کردم و گفتم. بچه شما هم قشنگ دقت کنید که پسورد رو یادتون نره. تا الان 2 بخش رو گفتیم، 2 بخش دیگه میمونه. اوکیه؟ خب
میریم سراغ ادامهشون. سویچ انمی ها اونور چی؟ تمام. یه چیز خیلی خفن بچه، راجع بن و ایناش هم بهتون توضیح دادم دیگه. حالا شما دیگه تصمیم با خودتون رو چه اکانتی بزنید. بیا بیرون. تمام. اینم از این. تمام که شد بچه بازیتون اینا رو آف میکنید دیگه. اوکی، بعد برمیگردید داخل لابی. حالا برمیگردید بچه. تقریبا این فکر کنم با همین دستی که داخل ویدیو گرفتم 6مین دست میشه یا 7مین دست که داخل کلش پلی دادیم. خب بلک لیست هم بچه نرفت. حالا چجوری بلک لیست نرفته؟ اینجا ما جهانی میزنیم، اگه کسی بیاد داخل یعنی بلک لیست نیستیم. خب بلک لیست نبودیم، پس هلو برو. نت ضعیف شد، درست شد. خب بچه دیگه بهتون همه چی رو توضیح دادم، چی تو دیدید کامل اینا. الان میریم سراغ قسمت اصلی. قسمت اصلی کجاست؟ قسمت اصلی میشه آموزش زدن که خیلی مهمه، اینو دقت کنید. دیگه همه توضیحات رو دادیم، بریم سراغ زدن چیت و آموزش و اینا. لایک ویدیو فراموش نشه. بچه همونطور که تو گفتم وارد کانال تلگرام میشید. یه دونه فایل برای شما گذاشتیم، چیت ایم کیلانتن روی اکانت اصلی هم وصل میشه. بهترین چیت موبایل، آموزش پسورد داخل ویدیو هست، دقت کنید. حتما ویدیو رو لایک کنید. بچه‌ها فایل رو دانلودش میکنید، میزنید روش برنامه ضد آرشیور رو انتخاب میکنید. این پایین فلش رو میزنید، بالا به علاوه ایجاد پوشه جدید. بچه اینجا 100% یه اسم براش بذارید که یادتون بمونه. خب میذاریم آشیو، بعد V4 و دیگه همین بچه. همین رو به نظرم یادتون میمونه دیگه، چیزی سخت نمیشه. خب بعضی که گذاشتیم، حالا شما هم میتونید یه اسم جداگونه بذارید، هر چی که دوست دارید، حالا به فارسی هر چی دوست دارید، فقط یادتون باشه. بعضی که بچه اسم گذاشتید تایید میزنید، پوشه ساخته میشه. اینجا یه دونه فلش هست، میزنید روش. خب پسوردی که ازتون میخواد و وارد میکنید اینجا، تایید میزنیم و وای میسیم استخراج بشه. بچه تا اینجا ویدیو 2 بخش پسورد رو گفتیم، 2 بخش دیگه میمونه که توی ادامه ویدیو بهتون میگیم. بچه اینم بهتون بگم راستی، اگه خودتون فری فایر مکس دارید پاک کنید و بیاید این فری فایر رو نصب کنید. اگه فری فایر عادی هم دارید که مشکلی نداره. خب بچه یه همچین فایلی جا براتون میاد، میزنید روش. ببینید نوشتیم اتوکیل آنتن فری فایر سیو اکانت. خب اول بچه شما فری فایر سیو اکانت رو نصب میکنید، میزنید روش، میزنید روی نصب. خب نصبش میکنید بچه، خوب دقت کنید دیگه. نصب شد. خب ایناش نصب شد، میزنیم روش واردش بشه. صفحه سفید میشه و وارد نمیشه. اوکیه. خب آره وارد نمیشه بچه. به این صورت میبندیم و برمیگردیم دوباره همینجا. بچه اینجا یه دونه فایل OBB هست، میزنید روش. بچه دستتون روی نگه میدارید، میزنید روی کپی، یکی برمیگرده عقب، یکی برمیگرده عقب، دوباره برمیگرده عقب، میرید اندروید و بعدش OBB و فری فایر مکس. بچه میزنید اینو میفرستید اینجا. اوکیه. خب یکی برمیگرده عقب، یکی برمیگردید عقب، همینجا میمونید تو این قسمت. خب برمیگردید وارد فری فایر میشید. میزنید دانلود کنه اینجا رو. وای میسیم دانلود کنه. خب بچه دانلود کرد وارد فری فایر میشه، میره قسمت سیوهای اکانت. درسته؟ آره وارد شده داشت. خب اجازه دادن میزنیم، میاد این قسمت. بچه این قسمت که اومد شما میزنید اینجا قسمت سیوا. خب بچه ببینید روی یه دونه اکانت که میخواید چیتو بزنید. خب اوکیه. میرید روی همون اکانتی که میخواید چیتو بزنید. الان لاگین میکنید، بریم لاگین کنیم. بچه یادتون باشه که اون جیمیلی که انتخاب کردید کدومه. خب ما انتخاب کردیم، وارد اکانتمون شدیم. بچه بعد اینکه وارد شد فری فایر رو میبندید. به این صورت فری فایر رو میبندیم کلا. برمیگردیم این قسمت. بچه ببینید فری فایر مکس این اوکیه. فری فایر مکس این
دستمون رو روش نگه می‌داریم بچه، میزنیم تغییر نام. این آخرش یه دونه 1 اضافه می‌کنیم. تایید رو میزنیم. خب تغییر کرد اسمش، درسته؟ تغییر کرد داره. و برمیگردیم پیش فری فایر. میایم اینجا بچه، این فری فایری که نصب کرده بودیم و حذفش میکنیم. حذفش که کردیم دوباره میایم این قسمت بچه، برمیگردیم عقب، میریم داخل همون پوشه‌ای که ساخته بودیم و چیتو داخلش استخراج کردیم. اینا آشیو میزنیم اینجا بچه، ناکن. حالا اتوکیل آنتن بچه، این یکی فری فایر رو نصب میکنیم. میزنیم روی نصب و نصبش میکنیم. نصب شد. الان دیگه واردش نمیشیم که صفحه سفید بشه. اوکیه. الان وقتی نصب کردید واردش نمیشید. دوباره میاد همین قسمت، یکی برمیگرده عقب، چیزی رو هم کپی نمی‌کنید. میاد اندروید، بعد OBB و فری فایر مکس. اینجا دستتون رو میذارید روش، میزنید روی تغییر نام. اینجا بچه شما یکو پاک میکنید، تایید رو میزنید. اوکی. خب تایید رو میزنید و وارد فری فایر میشید. خب بچه، اینجا که وارد فری فایر بشیم دیگه نباید براتون صفحه سفید بشه یا فایل OBB رو بخواد. چرا؟ چون اگه با آموزش دقت کرده باشید ما فایل OBBش هم به یه صورت خاصی گذاشتیم براش و آموزش دیگه کامل بود بچه. دوباره کسی نگه واسه من چرا اینطوری شد، واسه من چرا اونطوری شد. آموزش به این قشنگی اصلا ندیده بودم خودم. خب بچه، وارد گیم میشید و دانلود میکنید گیمو. وای میستید که وارد بشه بچه. اینجا خب همون اکانتی که اون موقع انتخاب کردید رو باید انتخاب کنید، یعنی همون جیمیله. من اون موقع بهتون گفتم بچه یادتون باشه که کدوم جیمیل رو میخواید انتخاب کنید یا کدوم اکانتو. اینجا همون اکانتو انتخاب میکنید و وارد میشید بچه. بخش سوم پسورد 5 هسته. یه بخش دیگه میمونه که تو ادامه ویدیو بهتون میگم. خب بچه، حالا اومد اینجا میرید قسمت سیو گوگل وسطی، همون جیمیلی که اون موقع انتخاب کرده بودید رو انتخاب میکنید. خب بچه میبینید اینجا میاد روی سیو گوگلتون. بچه آموزش ها مو به مو دیگه، امیدوارم که خوب دقت کرده باشید که به مشکل نخورید. خب بچه یه اسکوات زدم که بریم یه کلش استارت کنیم. داخل کلش بهتون این چیزاشو توضیح بدم و بریم سراغ بقیهش. وای میسیم استارت بشه بچه. منوی پنلم که براتون بالا اومده اینهاش. بچه راجع به آپدیت اینا همه چی توضیح دادم دیگه خوب دقت کرده باشید. الان دیگه همه چیز اوکی بوده دیگه. چیتم که آموزش زدن براتون گذاشتم. خب بچه بریم ادامه ویدیو. اسپید والاگ اینا دیگه هرچی که خواستید روشن میکنید. والاگ که یه دفعه گفتم اسپید و امکیل و آنتن و اینا گان سویچ میکنید. بعضی موقع هم نمیخواد سویچ کنید بچه. یه قلقی داره، ببینید اگه انمی روبروتون بود یکی رو زد یارش کنار شد باید سویچ کنید. اگه نه انمی ها رو ندیده بودید، مثلا جلو ایمتون نبودن، از پشت دیوار برید بیرون هم نمیخواد سویچ کنید. انمی ها کلا ناک میشن. ببینید بچه الان اسپیدشو خاموش نکردم. خب شاپو برام نمیاره گام بگیرم، برای همین باید اونا رو که زدیم تموم شد اسپیدو همونجا خاموش کنیم، منو رو باز کنیم، اسپیدو خاموش کنیم تا که شاپ برامون باز بشه و دوباره بریم سراغ ادامه ویدیو. بچه دیگه همه چیز و توضیحات اینا رو بهتون دادیم. لینک دانلود چیت داخل کامنت ها پین شده و میتونید برید چیتو بردارید و بزنید اشغال کنید. یه بخش پسورد مونده که اونم اینا رو بزنیم و بهتون بگم و دیگه تموم. بچه بخش آخر پسورد 2 هسته. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی عشق کنید. لایک و ساب فراموش نشه. این چیت به این خفنی. و تا ویدیو بعدی اینم بزنم دیگه جدی. بریم برای ویدیو بعدی. بچه گفتم اسپید رو روشن میکنم، میخوام ویدیو بگیرم یه ذره لایک میشه. احساس میکنید شما تو ویدیو فکر کنم بهتون نشون میده دیگه. ما اینجا میایم یارم الان چه خوشحالن کیف میکنن و بچه یارمون چیته همه رو زد و تمام. تا ویدیو بعدی عشق کنید.